بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید با ملائک گفت آن دم آدمی را سجده کن توقی لعنت در جهان از بهر شیطان آفرید آن خداونده که در دل نور ایمان آفرید در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید آن خداونده که در دل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع درس امروزی که در عقیده قرآن و سنت است توحید در رکوع و انحنا می باشه که بعضی از مردم سر خود در مقابل خالق متعال خم میکنن که ایره انحنا در مقابل الله متعال می باشه که در وقت رکوع در نماز می باشد و بعضی از مردم در وقت احوال پرسی و یا آمدن بزرگان یا وقت در زمانهای قدیم پادشاه ها که هستند در سر خود خم میکنن و بعضی از مردم در مقابل بزرگان خود که احترام به شکل احترام انحنا میکنه که امروز در درس میخوانیم که این از نگاه عقیده توحید قرآن و سنت جایز است و یا غیر جایز است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. برادرای عزیز، خواهرای گرانقدر ما که در مسجد کلان تشریف دارند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سلسله درسای عقیده در قرآن و سنت موضوع امروز ما و شما توحید در رکوع و انحنا می باشه. رکوع را ما و شما کل ما می فهمیم که رکوع در لغت امو سرخم کردن یا سرپایین کردن هم میگن و عرب ها میگن که رکعه وقتی کسی که سر خود پایین بکنه و تخته پشت خودت منحنی بسازه ایره چی میگن؟ میگن که رکعه. و میگن که رکع الشیخ. رکع الشیخ چی معنی؟ فلان شیخ اونا انسانی که سنش بسیار بلند باشه، یعنی 60-70 ساله شده باشه. وقتی که میگن که او رکع الشیخ یعنی او آدم ریش سفید است که رکوع کرده، وقتی که سنش بسیار کلان میشه تخته پشتش کپ میشه تو کپک روان میشه. اینه میگن در زبان وقتی که آدم معنای لغویش بفهمه باز معنای اصطلاحیش هم میفهمه. و در اصطلاح رکوع چی را میگن؟ او میگن که ان یخفض المصلی رأسه بعد القومة التي فيها القراءه. علمای فقه میگن که چی هست؟ میگه وقتی که نمازخوان سر خدا پایین میکنه بعد از امو قیامی که داره، بعد از وقتی که سر خدا پایین میکنه بعد از قرائت تا وقتی که امی تخته پشتش چیز شوه راست شوه که تقریبا یک زاویه چی را تشکیل بده. ایده چی میگن؟ زاویه چی میگن؟ زاویه قائمه. زاویه که از 3 قسم است. خب اگر زاویه تو دانش بسیار کلان بود ایره منفرجه میگن. کلمه فرج در زبان عربی بسیار گشاده را میگن زاویه منفرجه دانش بسیار باز است. اگر زاویه مثلا بیخی نزدیک بود زاویه چی میگن؟ حاده میگن. حاد چی را میگن؟ بسیار هم تنگ است. و زاویه که مثلا متوسط باشه او را چی میگن؟ زاویه که 90 درجه باشه او را چی میگن؟ قائمه. پس در نماز زاویه منفرجه شوه حاده یا قائمه؟
یعنی کسی که انجینری خوانده و بسیار خوب رکوع کرده میتونه. کسایی که هندسه را نمیفهمه بازو یا منفرجه خدا جور میکنه یا حاده، اردوش غلط است. باید چی باشه؟ از این خاطر کسایی که هندسه را خواندن و خوب رکوع کرده میتونن. انحنا چی را میگن؟ انحنا در لغت زبان عربی انحنا کجی را میگن. ما شما در هندسه خواندیم که یکی خط مستقیم است، یکی خط منحنی. خط منحنی چی را میگن؟ خطی که کج کج باشه. خطی که راست بوده چی میگن؟ خط مستقیم میگن. پس انحنا از چی گرفته شده؟ که انسان خدا چی میکنه؟ از استقامت چی میکنه؟ کج میسازه. متوجه هستین نه؟ این شد انحنا. فهمیدین انحنا را که یعنی خط منحنی هم از می گرفته شده. خط منحنی وقتی که میگن مثلا یک شخص است بسیار سختی ها را دیده، باز عرب ها میگن که حناه الدهر. حناه الدهر یعنی ایره سختی های زندگی چی ساخته؟ روزگاری رو بیخی کپ ساخته، کش ساخته ایشه. اینال انحنا که است تقریبا چند قسم داره. انحنا تقریبا 5 قسم است. 5 قسم ما انحنا داریم. مثلا ما براتون عملی نشان بدم انحنا چی نمیگن؟ انحنا امی است که انسان خدا منحنی میکنه. مثلا من مستقیم در جای روان هستم، سر خدا خم میکنم. مجرد که انسان سر خدا خم میکنه در مقابل یک از دیگه، اینه میره انحنا میگن در زبان عربی. اینه می سر خم کردن چی شد؟ این انحنا هست. اگر مثلا به اندازه زاویه منفرجه باشه انحنا، یا زاویه قائمه باشه و یا بیخی خدا چی کنه؟ سر خدا با پای خود برسانه. متوجه هستین یا نه؟ اینا رو کلش چی میگن؟ انحنا میگن. انحنا چی معنی؟ یعنی سر خم نمودن، خود کپ یا کج ساختن. اینو چی میگن؟ انحنا میگن. اینا انحنا چند قسم است؟ تقریبا 4-5 قسم است. قسم اول انحنا چی است؟ انحنای فرضی هست و این فرض است در نماز که انسان در وقت رکوع چی کنه؟ انحنا بکنه. در مقابل کی؟ الله سبحانه و تعالی. خاطر میگیم سبحان ربی العظیم. و علما میگن که در قرائت خواندن در رکوع و سجده، چون انسان در حالت ذلت و خواری هست، خواندن قرآن اجازه نیست. در رکوع و در سجده انسان قرآن تلاوت کرده نمیتونه. چرا؟ قرآن کلام خالق متعال است، کلام با عظمت است. این باید در وقتی که تو بلند شیشته باشی یا مثلا حالت ایستاده هست در این وقتا قرآن میگه. اما در حالتی که تو در ذلت هستی در مقابل خالق متعال، در رکوع و در سجده قرآن خوانده نمیشه. بلکه چی میگیم؟ سبحان ربی العظیم. پاک است پروردگار ما که بسیار با عظمت است. عظموا ربکم. شما چی کنین؟ پروردگارتان را به عظمت یاد بکنید. در رکوعی کار میشه. پس انحنای فرضی در وقت نماز است که به خالق متعال میشه. آیت قرآن چی میگه؟ که ورکعوا مع الراکعین. آیت شریف بسیاری از علما واجب بودن نماز جماعت هم استنباط میکنه. واجب بودن نماز جماعت. فکرتان باشه که واجب و فرض یک چیز است در نزد کل علما. تنها در نزد فقهای احناف یک فرق کوچک از نگاه اعتقادی فرق میکنن بین فرض و واجب. علمای احناف چی میگن؟ میگن فرض و واجب حکمشان یکی است، اما فرقشان چی است؟ میگه اگه کس از واجب انکار میکنه، چرا خیر فرض گفتین چرا واجب میگه خیر گفتین؟ هر دو وقتی که حکمش یکی است. میگه ما به خاطر از این واجب نامیدیم که اگر کس از انکار میکنه کافر نمیشه از واجب، اما اگر از فرض انکار کرد کافر میشه. پس از این آیت شریف کسایی که در نماز جماعت نمیرن و خود دیندار میگیرن و خود شیخ میگیرن و میگه من مسلمان هستم، رفته در غار خو کرده، این ترک یک فرض کرده، ترک یک امر الله را کرده. با ترک امر الله انسان ولی خدا میشه؟ والله یک ولی صاحب 40 سال نماز نمیخواد، 40 سال امر الله را ترک کرده، این چطور ولی الله شد؟ ولی الله کسی میشه که
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا. قرآن تفسیرش میکنه. قرآن اول باید که چی تفسیر کنی؟ که خود قرآن، باز بعد از او که احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم. قرآن خودش تفسیر میکنه. اولیاء الله کی است؟ قرآن عظیم شان الله خالق متعال میگه که الا او مردم آگاه باشین، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اولیاء الله که هستن بر از اینا خوف نیست و ترس ندارن. کی است اولیاء الله؟ الله یا پروردگارا تو بر ما بگو. بر ما میگه که در ادامه آیت میگه بر ما چی است؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. پس کسانی که ایمان دارن و تقوا دارن اونا اولیاء الله هستن. یه نفر 40 سال نماز نخوانده، ای اولیاء الله است یا دشمنای خداست؟ ای اولیاء الله نیست، بازی میته خدا. ولی از یک نفر از 20 سال غسل نکرده، یک اولیاء الله شد. این شیطان است. کار شیطان میکنی نامت ولی گر ولی این است لعنت بر ولی. ولی شو کل ما اولیاء الله هستیم. ولی چی مانا؟ دوست الله. کی میگه ما ولی الله نیستم، دوست الله نیستم؟ بخیزه بگو که ما جزایش بده. کل ما اولیاء الله هستیم. اما در رأس اولیاء الله بزرگ اولیاء الله کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم دوم ولی از اولیاء الله کی است؟ ابوبکر صدیق است. بعد از او کی است؟ عمر است. بعد از او عثمان است. بعد از او مهاجرین و انصار، صحابه کرام. بعد از او تابعین. بعد از او خیو صدایی چیست؟ ما هستیم، ما جنرال است، ما چپراسیش سیست و جنرال هستند. اولیاء الله بزرگ هستند، ما هم اولیاء الله هستیم. خیر است که رتبه از دو سرشانایشان پر است، الله بر جانی مقام داده. اولیاء الله هستیم، اما ما را از اولیاء الله مردم نکشید. سیست نه؟ پس ولی الله چند شرط داره؟ 2 شرط داره. آمنو، الذین آمنو، و دومش و کانوا یتقون. چند شرط پیدا کن؟ اینه. پس اگر کس ایمان نداشت، در شرک مبتلا بود، او اولیاء الله نیست. و کس تقوا نداشت، نماز نخوانده بود، چتل خوری کرده بود، 16 دانه چپن کونه پوشیده بود، رفته بود یگان 40 تار ناقه در کله خود مانده، 1 دانه 5 دانه دست یک واین چی است؟ دست شیطان است. چی است؟ در سر سوتگک بند کرده، او را داشت، او ولی الله نیست. آمنو و کانوا یتقون. تو چطور تقوا داری که میری گدایی میکنی؟ لا یسأل الناس الحافا. فقیر مردمای چی هستن؟ کسایی هستن تو 40 تار زدی و گدایی میکنی، نام تمادی که من دوست خدا هستم. دروغ میگن. یا در قبرستان خدا رفتن انداختن چی است؟ ما صاحب اولیاء الله هستیم. دروغ میگن. اولیاء الله کسی است که بر نص قرآن دوست الله باشه. و او کی است؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. اینمی قسم که فرمول زاویه قائمه و زاویه حاده و زاویه منفرجه را در هندسه یاد گرفتی، اینمی قسم فرمول ها در قرآن است برای شناخت ایمان، تقوا، صالح، ضال، مضل، هدایت شده، گمراه. کلش تعریفات خدا خاص داره که اگر ایمی فرمولا را یاد داشته باشین مشکل. پس یک انحنای فرضی بود که در چی وقت بود؟ در نماز هاست که در رکوع مطابق آیت قرآن ورکع و مع الراکعین ما چی میکنیم؟ رکوع میکنیم. خب دوم انحنای مباح هست. انحنای مباح چی نمیگه؟ که یک کس خود در کارهای روزانه، مثلا یک نفر یک چیز میگه سر خود خم میکنه، یا مثلا کتابا میگه خدا چی کردم؟ انحنا کرده. میره انحنای چی میگن؟ مباح میگن. یک چیز میفتم مثلا یک سیم است میگه میبردارم، پس من اینجا خدا من حنی کردم یا نکردم؟ اینه چی میگن؟ انحنای مباح است. قسم سومش انحنای حرام است. انحنای چی است؟ حرام است. انحنای حرام کدام یکی است؟ انحنای حرام امو انحنای است که به خاطر تعظیم انسان، حیوان و جماد صورت میگیره. این قاعده هست. انحنای حرام کدام یکی است؟
که به خاطر تعظیم یک انسان میشه یا به خاطر تعظیم یک حیوان میشه و یا به خاطر تنظیم یک چیز جامد میشه. میره خود در مقابل سنگ خم میکنه، انحنا شدی، حرام است. در مقابل قبر خود منحنی میکنه، حرام است. در مقابل کسی انسان مخلوق است خود خم میکنه، این حرام است. مثلا ما بخیزم در مقابل یک کسی من خود خم میکنم که السلام علیکم فرزند جان خوب هستی؟ این حرام است. چرا تو میکنی؟ و السلام علیکم خوب هستی جور هستی؟ فهمیدین یا نه؟ خود خم برای کسی نکنید. این انحنای چی میگن؟ حرام میگن که انسان خدا در مقابل انسان یا حیوان یا یک چیز جامد چی کنه؟ خدا خم بسازه. از این خاطر علما چی میگن؟ ببینید که من همه علمایی که درباره ازی گفتن، صاحب موسوعه فقهی کویتی، یک موسوعه است به نام موسوعه فقهی کویتی که ای از کتابای فقه مذاهب مختلف نقل قول میکنه. چی میگه؟ میگه وقد نص الفقهاء على ان الانحناء عند الالتقاء بالعظماء. میگه نص الفقهاء، علما چی کردن؟ که انحناء عند الالتقاء بالعظماء، در وقت ملاقات کردن با شخصیت های بزرگ که کبار القوم، مثل بزرگای قوم، و السلاطین یا پادشاه ها، تعظیما لهم، بخاطر که اونا را تعظیم بکنن، حرام به اتفاق العلماء، این حرام است به اتفاق علما. یعنی کل علما میگن چی است؟ حرام است. متفق علیه. لأن الانحناء لا يكون الا لله تعالی تعظیما له. بخاطر از اینکه انحنا برای کی میشه؟ برای الله متعال میشه. بخاطر چی؟ بخاطر تعظیم الله سبحانه و تعالی. اینا کی میگه؟ صاحب موسوعه فقهی کویتی میگه. و این چی میگه؟ خب صاحب موضوع تو کتاب نو نوشته کردی، این از کجا گرفتی که تو میگی فقها گفتن؟ میگه از کتاب مجمع الانهار جلد 2 صفحه 542 گرفتیم. و الفوائد الدوانی در جلد 2 صفحه 424 425 و شرح الصغیر جلد 4 صفحه 760 دیگه از فتاوای ابن تیمیه. اینا میگه جلد 27 صفحه 92. میگه این کل از این مزیجه گرفت. پس به حساب انحنا به مخلوق به خاطر تعظیم کردن بر ازو چی است؟ کل علما فقها به اتفاق هم میگن چی است؟ حرامه. این کار نکنین. بعضی برادرات از پیششون تقاضا میکنن، بسیاری که اساس وقت سلام علیکی میکنه خدا کاب میسازه. چرا این کارو میکنی؟ از خدا بترس. اگر ما راضی شیم ده کار، از ما طاغوت جور میشه. ما را طاغوت جور نکنه. خودت در شرک مبتلا میشی و ما را در طاغوت داخل میکنی. مرم گناهگار زرد خودت سم اما تو خوب مردانوار دست بتی. چیزی روز که خدا کوب میکنه که میگه سبحان الله. خب یس انحنای مکروه کدام یکیست؟ میگه انحنای مکروه انحنای تقلیدی است که به سبب تقلید از مشرکین در بین مسلمان ها رواج پیدا کرده. حالا مثلا وقتی که در فاتحه استاد میشه، وقتی در فاتحه استاد میشه خدا ببخشید باز که میگه شما هم خیلی ها ممنونم. برادر عزیز این کارا را خدا انحنا کردن، این انحنای تقلیدی است. ما از کی تقلید میکنیم؟ از غیر مسلمان های ایره تقلید میکنن. از کی تقلید میکنن؟ از غیر مسلمان. ایره چی هسته؟ در این میگه فإنه یک کتاب است المفصل فی شرح آیت لا اکراه فی الدین. یک کتاب است المفصل فی شرح آیت لا اکراه فی الدین، در مکتبه شامله هست. یعنی یک سخن تفصیلی در شرح آیت لا اکراه فی الدین که در دین اکراه نیست. این آیت شریفه سر از یک آیت یک کتاب نوشته کرده. چی میگن؟
درباره انحنا که به خاطر تقلید میشن، میگه فانه مکروه. این چی هست؟ مکروه هست. چرا؟ میگه لانه یشبه فعل المجوس. این مشابهت با فعل کی داره؟ مجوسی ها داره، آتش پرستایی کاره میگه. انحنا در مقابل در وقت تحیت آل پسان می. قال ابن تیمیه، میگه علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه الانحناء للمخلوق لیس من السنه. انحنا کردن به مخلوق از سنت و طریقه و روش و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. صحابه کرام کاره نمیکردن. متوجه هستین؟ و انما هو مأخوذ من عادات بعض الملوک والجاهلیین. این میگه از بعضی از پادشاه ها و بعضی انسان های جاهل گرفته شده. خب آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد انحنا برای ما چیزی وصیت داره که ما امتش هستیم؟ سوال میکنیم ای پیغمبر خدا تو چیزی داری در این باره؟ احادیثش میپالیم. در سنن ترمذی تحت شماره 2728 حدیث است که عن انس ابن مالک رضی الله عنه قال. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ قال رجل، میگه یک شخصی گفت یا رسول الله، ای پیامبر الله صلی الله علیه و سلم، الرجل منها یلقى اخا، یک کسی با یک برادر خود ملاقات میکند، او صدیقه یا با یک دوست خود ملاقات میکنه، اینحنی له. صحابه چقدر با ادب بودن، چقدر با ادب بودن. میخواستن که هر عمل خود از کی بگیرن؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفای برش انحنا بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا، خیر. پس رسول الله وقتی که یک چیز منع کرد گفت نکنه، نهی رسول الله چی میشه؟ حرام میشه. متوجه هستین؟ نهی رسول الله چی است؟ حرام است. گفت نکنه. گفت یک دوست خودم میبینه، یک مسلمان دیگر هم میبینه، برش انحنا کنه. رسول الله گفت نه خیر، انحنا نکنه. سعی کن. نگفته که با مولوی صاحب بکن، نگفته برای پیر صاحب بکن، نگفته برای شیخ صاحب بکن، نگفته برای استاد بکن، گفته نکنه. بعد گفته نکنه کلگی داخلش. صحیح شد یا نه؟ قال افیلتزمه و یقبله. گفت آیا او را خوب آمد محکم بگیره و ماچش کنه؟ حال در افغانستان چقدر رواج است نه؟ قال الله، ماچ کردن در جور پرسانی منع شده توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم. یگان طرفی ببینید که دان نسوار پر خود میاد چخ چخ چخ. مقصدش خوب است خراب است؟ خب مقصد کاکو چی شلستی؟ ایناله ماچکانی کردن در جور پرسانی این رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ منع کردن. منع چی مانا؟ حرام شد دیگه. قال افیأخذ بیده و یصافحه. گفت به دست خود بته و امراش مصافحه بکنه؟ قال نعم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بله، مصافحه بکن، دست بته. و بغل کشی برای کسی هست که از سفر میه. سیز نه؟ یگانی که 24 ساعت 5 دقیقه بعدم کدام میبینه بغل کشی رو شروع میکنه. از سفر نامدیم بان که سفر برون باز. متوجه هستین؟ پس دست دادن سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت ملاقات دو دوست است. صحیح است؟ خب قال نعم. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن. ابو عیسی میگه که حدیث حسن است و شیخ ناصرالدین البانی هم میگه که حسن است. میگه ابن ماجه هم روایت کرده و در 3702. امام رازی رحمت الله علیه در تفسیرش چی میگن؟ خوب یک گپ است. من میگم پای شیرین یک دمیار کتاب پیدا کنم بازوره در کتاب عاجل میگیریم دیگه. مثلا امام رازی رحمت الله علیه چی میگن؟ او در تفسیر خود میگه تحیت النصارى وضع الید علی الفم. میگه تحیت چی معناست؟ همین جور پرسانی.
نصرانی ها چه قسم عادت داشتن جور پرسانی میکردن؟ میگه دست خود سر دان خود میگیره. من چون دیگه امام صاحب راضی میگه و تحیت الیهود بعضهم لبعض الاشاره بالاصابع. اونا اشاره کرد که کلکای خود میکردن. های مستر های، این قسم میگه نه کرد کلکای خودت میکنن. از دور کسایی کنی فکر کنی که هارمونیا میزنه. گفتی از یهودی هست، پس شما اشاره با کلکایتان یا یگانی که از دور که سهلت میکنی قسم میکنن. برادر السلام علیکم بگو. کلام مردم مرد شیخ ببینی که لونگی چی میگه و ریش چی میگه، این قسم میکنه. وطندار الله برات گفته تحیه مسلمانا چیست؟ السلام علیکم. توی قسمی دسته میکنی. عسکرای هتلر هم قسم میکردن نه؟ تو عسکرای هتلر خدا جور نکن. خب پس امام صاحب رازی میگه تحیت النصارى و الید علی الفم، گذاشتن دست بالای دهان بود. و تحیت الیهود بعضهم لبعض الاشاره بالاصابع. با چی اشاره میکرد؟ با انگشتا. صحیح نه؟ همین سلامی رو که از عسکری هم گرفتن، این از کی گرفتن؟ از یهود گرفتن. متوجه هستی؟ متاسفانه کی میخونه و کی میفهمه بیچاره. کاش که تفسیر میخونن میفهمن. و تحیت المجوس، اینش خطرناک است. و تحیت المجوس الانحناء. جورپرسانی مجوسی ها چی است؟ انحناء. یک مجوسی که مجوسی دیگر هم میدین بازو برش میارم که چنایه است یک قسم کنه میکنه. صحیح؟ این تحیه کی است؟ از مجوسی ها هست. و تحیت العرب بعضهم لبعض، میگه عرب ها تحیهشان چی است؟ حیاک الله. وقتی که کسی رو ببینه یک عرب چی میگه برات؟ امیل که بسیار کشورهای خلیج که بری ما که میدیدم شما باز میگه استاد حیاک الله. او کتی قسمه. وللملوک و جورپرسانی یا تحیه جورپرسانی پادشاها چی قسم بود؟ انعم صباحا یعنی صبح بخیر، good morning. و تحیت المسلمین بعضهم لبعض ان یقولوا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تحیه مسلمان ها چی است؟ اول برزیشان السلام علیکم. و پس جدا شدنشان هم با چی است؟ یگانه که میگه خدا حافظ، بازال یگان تو باز نور یکمه که جور کرد الله حافظ. اردوش درست نیست، بس سنت اردوش برابر نیست. نه خدا حافظش بس سنت برابر است، نه الله حافظش. چیش خوب است؟ السلام علیکم و رحمت الله. وقتی که ملاقات هم میکنی السلام علیکم بگو، وقتی که جدا میشی چی بگو؟ السلام. یعنی هر کس فرهنگ و چیه جورپرسانی خدا داره. حالا بعضی کسا که دست اشاره میکنه نمیکنه. پس این با یهودی ها مشابه. بعضی خدا کپ و کپ میکنه. این با کی خدا چیز که مشابه کرد؟ با مجوس کرد. صحیح نه؟ بعضی ها میگه صبح بخیر و شام بخیر. این از کی شد؟ او پادشاهای بیدین سابقه بود. مسلمان چی باید بگه؟ السلام علیکم و رحمت الله. پس انحنا از این خاطر از این باب چون مشابهت با مجوس میایه، مشابهت با مجوس و با کفار چی است؟ ناروا هست. از این خاطر ما و شما باید خدا کپ و کپ انحنا در جورپرسانی نکنیم. انحنای اجباری چی است؟ که یک نفر مثلا از کله یک نفر میگیره در سرش خم میکنه. این باز میگه که چی است؟ این اکراه هست، این اجبار است. رفع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه. رسول الله صلی الله علیه و که از امت ما چی چیزا عفو شده؟ الخطأ که خطا بکنن، و النسیان و فراموشی و ما استکرهوا علیه. و یک کار اگه سرش اجباری میشه. مثلا تو روزه داری، یک نفر از لنگایت میگه میبره نوز کشت میگن الان میگی خراب تو کو و چه لابته یک وقت سعی کو که دلی طرف تیر شده. اینا دیگه چی است؟ این یه سر تو 2 ماه روزه نیست. به خاطر چی؟ این اجبار یا اکراه شده. متوجه هستین یا نیستین؟ خب صاحب موسوعه فقهی کویتی یک گپ بسیار خوب را میگه قال ابن علان الصدیقی من البدع المحرمتی، میگه از بدعت هایی که حرام است الانحناء عند اللقاء به هیئت الرکوع. میگه که در وقت ملاقات انحنا کردن به شکل رکوع هست که یک نفر خدا بگی خم میکنه. میگی از بدعت ها و کارهای بدعت چی میگه؟ که بدعت ضد سنت میگه. کلمه بدعت ضد چی استعمال میشه؟ ضد سنت. اگر یک کار سنت بود در دین که عبادت است، او سنت است. اگر گفتی عبادت است و در سنت وجود نداشت او بدعت است.
اما این سعی کن میگه این بدعت است، اما باز این گپ ها میزنه میگه اما اذا وصل انحناؤه للمخلوق، اما میگه اگر این سرخم کردن و انحنایش الی حد الرکوع به مخلوق برسد، قاصدن که نیت از چی باشه؟ تعظیم ذالک المخلوق، نه صاحب این خوب بزرگ است، پیر است، ما برای سر خدا خم میکنم. اینجا صاحب موضوع فقهی چی میگن؟ کما یعظم الله سبحانه و تعالی، مثل که الله سبحانه و تعالی تعظیم میشه اگر برای مخلوق اما قسمی که به الله تعظیم میکنی برای مخلوق هم مثل الله بکنه، فلا شک، میگه دی شک نیست که ان صاحبه یرتد عن الاسلام، ای از اسلام مرتد میشه و یکون کافرا بذالک، و با این کار خود کافر میشه، کما لو سجد لذالک المخلوق، مثل که به این مخلوق سجده کنه. متوجه هستین؟ خب صاحب موضوع فقهی کویتی این گپا از کجا گرفتی که تو گفتی؟ این علی بر ما میگه که صاحب موسوعه فقهی کویتی این سخن را با استناد از کتاب‌های ذیل بیان میگن. تو حکم مرتدش اگه گفتی مرتد است، میگه بخوان فواکه الدوانی جلد 2 صفحه 425، دلیل الفالحین جلد 3 صفحه 356، تحفة المحتاج جلد 9 صفحه 90، نهایت المحتاج صفحه 7 جلد 7 صفحه 396، مغنی المحتاج صفحه 3 جلد 3 صفحه 135، الجمل فی شرح منهاج جلد 5 صفحه 100. از 5 کتاب معتبر که فینا دلیل گرفتیم که کسی که برای یک نفر به خاطر تعظیم کردن بر از او سر خدا به شکل رکوع خم میکنه، انحنا میکنه، کاری که باید برای الله میکرد برای این مخلوق میکنه، میگه چی میشه؟ مرتد میشه و یکون کافرا بذالک. این بعضی کساس بیچاره کافر میشه نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ که برش بوی که امروز یک محفل از به اینجا صاحب یک سخنرانی است چطور است کلگی می اگه بوی درس عقیده است باز میگه نه والا بیا در دیگه امروز ختم خبر است، ما بریم یک ختم است، یک 50 تا رئیس صاحبا را خواسته، یک 20 تا تجارای قوامت لکس خواسته و یک چند نفر هم صاحب قاضی صاحبا را خواسته و چند نفر صاحب مدیر صاحبا و مردمای کلان خواسته دیگه. مرا همونجا خواسته دیگه، اون همونجا خوب خیرات بسیار بزرگ است دیگه به نام خدا برای فقرا و مسکین. بازگه چی میگه؟ بازگه قاری صاحب دیگه چی میگه؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. باز به قرائت دیگه میخونه انما الصدقات. خوب آیت قرآن ماناشو نمیفهمه. صدقه برای کی است؟ اعمال کسایی که در این مجلس شیشته پلو زدن میرن که قاشق پنجه او کی هستن؟ کلش تجاره. از این خاطر چرا مردم در خانهشان قرآن است یک سوره قرآن نمیخوانن صاحب؟ این میرن در غزنی ولی مریض خدا کجا بردیم؟ الله میگه شفا در غزنی است یا در قرآن؟ شفا را الله در کجا نازل کرده؟ در قبرستان یا در قرآن؟ پس چرا این مردم در قرآن در خانهش هست میره قبرستان؟ به خاطر به قرآن عقیده نداره. تا بالا عقیده پیدا نکرده که شفا در چی است؟ اگر این عقیده میداشت که شفا در قرآن سوره فاتحه را میخوان حاجت غزنیش بود، پیسش هم میگرفت خوب صفاز را میرفت کباب میزد. اما کرای موتر میده اونجا که رفت چند تا ملنگای از دو صاحب 16 قسم گپ میتیش از پیشش پیسه را میگیره. متوجه است یا نه؟ لکن گپش در چی است؟ کل مشکلش این است که 3 4 5 هزار مصرف کرد، یک مشکل داره که عقیده را نمیفهمه. عقیده چی است؟ که یک عقیده میداشت که الله میگه که و ننزل من القرآن، ببینین ما هو شفا، هم شفا هست و هم رحمت است. اینال به اینمی آیت قرآن عقیده نداره. اگر عقیده میداشت خب میخوان سوره فاتحه را، میخوان سوره فاتحه را. این مشکل چی است؟ کل مشکل در عقیده هست. پس این علمای بزرگ بعضی کسا مشکلشون چی میشه؟ سعی کنید چقدر خطرناک است و برادر عزیز، ایره به فامیلایتان، به خانوادهایتان، برای دوستایتان، خصوصا برای خواهرای عزیزی که در خانه ها هست بگو بیا استاد سیدیاش بسیار خوبش است. از من سیدیای من چرا خوش میکنن؟ یکی من مثل اشتکا واره گپ میزنم، برای اشتکا گپ میزنم، من پوانتونی گپ نمیزنم. اگر این لغت یاد دارم
فهمیدین که این گینمی الان براتون شروع کنم لغت‌های عربی رو. ما 7 سال در کشور عربی درس خواندیم، لغت نمیگم، مثل به دوره ابتدایی درس میدم. حتی خواهر بگو تو بشنو میساد نگان قسام میکنه، نگان خندام میکنه، این قصه لکن بگو بشنو ببین چی میکنی. اکثر مردم است خلاص شد کجا بر یک از پاش درد میکنه، الله پخید خوگیگی ورزد زیارت باغتی که خوب پخیده وصولا این حالا در جای شیشه و یک خانم میگه به میده بچه‌ش هم مولوی شوش هم مولوی، از این خانم شوش هم مولوی بچه‌ش هم مولوی، بچه‌ش مسجد تبلیغ کرده در خانه آمده پیشانی تور شیشته دیگه را عده یا پیالا چای، خانه خراب بر عده عقیدهش جور کو. متوجه هستین؟ باور بکن در خانه مردم رفتیم که نمیزن اینی میگه پس دانشوار آمدن، پس رو بفهمیم بر مردم بگن که الله میگه که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. شفا هست در کجا؟ در قرآن. رحمت از در کجا؟ در قرآن. پس وقتی که تو مریض شدی و الله عقیده داشته باشی که رحمان رحیم الله هست و شفا در قرآن است و این کتاب الله هست، تو بخوان یک دفعه سوره فاتحه را ببین که چقدر تاثیر میکنه. بخوان یک دفعه سوره فاتحه را، نرو این سوره فاتحه را بعضی باز یک عقیده غلط دیگه دارن، این هم از بی‌ایمانیشان است. استاد دایی تو بخوان، خودش نمیخوانه. استاد دایی چی کمال داره؟ نگفته شفا در دانه ای استاد و در دانه ای آقا صاحب و در دانه ای فلانی شخص است. گفته که شفا در قرآن است، رحمت در قرآن است. تو مؤمن هستی نیستی؟ هستی. پس دانه ما و تو چی فرق داره؟ خودت بخوان. اینجا بس خیرخانه در موتر سوار میشن بخوان الحمدلله را استاد دایی این عقیدهشون باطل است. حسیب الله مسلمان است، مؤمن است، سوره فاتحه را سر مادر خود، سر پدر خود، سر خود، سر اولاد خود خودش میخوانه. بگو خودت بخوان قرآن عظیم شان، چون مؤمن هستی. شفا و رحمت للمؤمنین و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین. تو مؤمن هستی، شفا و رحمت در قرآن است، پس بخوان خودت بالای خود بخوان قرآن. چرا پیش ما میایی؟ اگر پیش ما آمدی باز عقیدت خراب شد. چرا عقیدت خراب شد؟ به خاطر اینکه که تو به این عقیده هستی که شفا در قرآن نیست، در دان فلانی شخص است. نه خیر، عقیده گو که شفا در چی است؟ در قرآن است و تو خودت چی هستی؟ مؤمن هستی و الله برات وعده کرده که در این شفا و رحمت است. از این خاطر بعضی گپا بسیار در عقیده بسیار گپای دقیق و خطرناک است، ولی متاسفانه ما دیدیم کلان آدما نمیفهمه. چرا در افغانستان مشکل چی است؟ ایواز که اولادای خود از عقیده شروع کنن، از چی شروع میکنن؟ از 4 کتاب و 5 کتاب، از سعدی صاحب شروع میکنن، از حافظ شروع میکنن. حافظ شیرازی رو صاحب که بخوانی از تو که فاسق دیگه جور نمیشه. همین کسی که حافظ خواند از اول تا آخر در مغز ازی دیگه تمام روز که ببینی که اینمی شیرای فاسقان است. ما برای مستی و چطورکی نمیخوریم که از باده شستشوی درون از ریا کنیم. این حال دیگر صاحب ببینه که صاحب یک نفر آمده و یک بوتل شراب داده تو چرا است که حافظ شب چرا شراب میخوریم؟ نه صاحب ما این با مستی نخوردیم به خاطر که ریا نکنیم. این چه قسم گپ است؟ شراب میخوری به خاطر که ریا نکنی؟ تو حرام مبتلا شدی. از این خاطر این معانی غلطی است که در ذهنیت ها از این اول برشان خوانده میره، اما برش گفتن همیشه که نه برادر، انحنا که از بر مخلوق درست نیست، شفا در قرآن است. صاحب شرح وقایه یک کتاب است که وقایه که میگن نه، شرح وقایه یک از کتابای فقهی احناف است. یگان تا باز خدا چی میزنه؟ نه والا صاحب یا مخالف احناف هستن. وطن دار لالایت حنفی بسیار پخته است. این بی که شرح الوقایه را برات بگویم. شرح الوقایه صاحب چی میگه؟ میگه عمل این شرح الوقایه هست، کتاب فقهی حنفی هست. خوب فکرتانه بگیرین. چی میگه این عالم حنفی بزرگوار؟ چی میگه؟ میگه عمل انحناء للسلطان او غیره فمکروه. سلطان برای سلطان و غیرش انحنا کردن چی است؟ مکروه است. این علمای دیگه میگن ادبا مکروه میگن، چون مکروه در مسائل اعتقادی به معنای حرام است. در مسائل اعتقادی وقتی گفت مکروه هست چی معنا؟ حرام است. و یحرم
تقبیل الارض بین یدی العالم و الشیخ او السلطان للتحیه. این صاحب شرف وقایع میگه حرام است بوسیدن زمین، یعنی خود از زمین پایین کردن در مقابل عالم، در مقابل شیخ، در مقابل پادشاه به خاطر جورپرسانی. این هم حرام است. و اما السجود فحرام، و سجده کردن حرام است. و اختلف فی قوله فی کونه کفرن. گفت در قسمت از این که آیا امین نفر با امین کارش کافر بگوییم یا نگوییم، گفت در اینجا علما چی کردن؟ اختلاف نظر دارن. شرح الوقایع جلد 5 صفحه 175. خب بعضی از مفتی ها سوال شده، مثلا لجنه دائمه در مورد انحنا در هنگام سلام سوال شد. از پیش از یا پرسان کردن که انحنا چطور است؟ اینا گفتن که لا یجوز الانحناء فی السلام. این فتواست، فهمیدین؟ یعنی اینا مفتی ها میگن لا یجوز الانحناء فی السلام، انحنا در سلام جایز نیست. لان ذلك رکوع، چرا این انحنا خود خم کردن چی است؟ رکوع است. و الرکوع عباده، رکوع چی است؟ عبادت است. لا تجوز الا لله، عبادت بغیر از الله به کسی دیگه جایز نیست. و قد روی النبی صلی الله علیه و سلم، باز همین حدیث شریفه از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ و سواء، و میگه مساوی هست ان ينحنی له قائما او جالسا، اگر در حالت ساده انحنا بکنه یا در حالت نشستن کلش جایز نیست. و بالله التوفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از مسئولی نجنا بستیم مردم تاگاو مالدار اینا میگن ما اصلا در پنجشیر در تو با اینجا باز استعمالشان که مریض میشه دیگه میشه پیاده تقریبا 12 ساعت راه میکنن. باز میامدن یک منطقه بین نجراب و کوهستان موقعیت داره، یعنی میشه سر تپه میگن سولانک. در این منطقه یک قبر به نام قبر یوان. بازی ها میامدن به خاطر مال خود اند او زمان یک دانه میخه میکنید. چی قبر یوان است میگه که این مال ما شفا میاد. این مثل که اگر در اون زمانایی که ما چقدر بیرن اینا را میفهمید در اون ساغر که نمیال هم ببینید تقریبا یک 2-3 جریب زمین میخه بود و کبیلگی است. این نمیال هم دوام داره. خوی اعتقادات باطل است. اعتقادات باطل است. متاسفانه با گذشت زمان همین اعتقادات مردم پیدا کرده. درست نیست. این خود درست نیست. یعنی هدف کنم این علمای سابق که بودن این نمیال را باید مردم هم بفهمانند که این کار غلط است. علما دو قسم است. با یکی علمایی که اگر میگین علمای سابق که مثلا کتاباشون ما خواندیم، ما شاگرد علمای سابق هستیم. صحیح؟ این میگه برای که ما خواندیم اگر علما علمی علما هستن، اگر علما امام صاحب ابو حنیفه است، اگر علما مثلا ابن ابی العز حنفی هست که کتابا رو نوشته کردن، اگر علما اینی مثلا بیشتر که مثلا تفسیر رازی هست، اینی اگر یا عالم هستن یا گفتن. اما یا آخوندایی که در مسجدها شما میگید که مثلا آمدن که هر کسی که لنگی پوشید هر قدر لنگیش وزنش زیاد بود و سرکوب مولوی زیاد است دیگه، یا متاسفانه در افغانستان و تو علما بودن، علمای واقعی گفتن. اما بعضی کسا هست که لباس علما را دزدی کردن. متوجه هستین؟ یعنی نمی قسم که مثلا یک کسی کامپیوتر را دزدی میکنه، یک کسی مثلا میز دزدی میکنه، یک کسی چیز. بعضی کسا هستن که لباس علما را چی کردن؟ دزدی کردن و رفتن سر زمین لباس تجارت میکنن. اینیا باز نمیگن دیگه. به خاطر چی نمیگن؟ به خاطر که خودش هم نمیفهمه و به خاطر جیب خودم. یک خواهر ما اینجا یک پرزه روان کرده، میگه با پدر و مادر انحنا کردن جایز است یا خیر؟ موضوع را روشن بسازید. خواهر عزیز، وقتی که انحنا حرام شد و ناروا هست، پدر، مادر و کلگی شامل میشه. کلگی. برای هیچ کس انحنا کردن جایز نیست. وقتی که گفته انحنا برای مخلوق جایز نیست، در این مخلوق عالم هم داخل است، در این مخلوق ما مخلوق هستم، پیغمبر هم مخلوق است، عالم هم مخلوق است، پدر هم مخلوق است، مادر هم مخلوق است. چی هست؟ اینا کلشان ای درست نیست. و ای که بوتا پیشروی میمان میگذارین، اگر بوتا را قبلا همونجا جور بکنین هیچ ضرور نیست دیگه. ما ولی بسیاری وقتا این بوتا را پیشروی میمانا زیاد چیز نمیکنم. کوشش کن آدم از همین عادت‌هایی که به درد نمیخوره از این خود دور بسازه، خوبتر است. نوری ایمان آفرین در
در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. با ملایی گفت آن دم آدمی را سجده کن. توق لعنت در جهان از بهر شیطان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید. در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید. در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. آدمی بیچاره را بین گرزی بحری گندمه کرده از جنت بیرون پیری دهقان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید. در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. آن خداوند